روزگاری در یک مزرعه دوست داشتنی 3 گوسفند زندگی می‌کردند. یک گوسفند پدر، یک گوسفند مادر و بره کوچکش. یک روز مادر گوسفند را بوسیدم. بره کوچکمان با کنجکاوی به ما نگاه می‌کرد و تعجب کرد که چرا دارم او را می‌بوسیم. بره کوچولو پرسید: چرا می‌بوسی بابا؟ لبخند زدم و توضیح دادم که بوسیدن نشانه عشق است. مادر گوسفند به ما ملحق شد و بره کوچکمان را در آغوش گرفت. او افزود که عشق مربوط به مراقبت و اشتراک گذاشتن لحظات با هم است. سپس بره کوچک ما پرسید: چه زمانی میتوانم یک نفر را ببوسم؟ من جواب دادم: وقتی بزرگ شدی و شریک زندگی خود را پیدا کنی. بره کوچک احساس خوشحالی کرد و شروع به بازی در زمین کرد. آواز خواندن و رقص، پر از شادی از فکر عشق.